امروز هفتم ایون است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شعله گل خوجه هستم. سلام. نخست سرخط مبزهای روز. امسال مسلمانان تاجیکستان عید فیتر رو 15 ایون جشن میگیرند. شورای علمای مرکزی اسلامی گفته است نماز عید در مسجدهای کشور صبح بر وقت برگزار میگردد. بنیاد یونیسف در تاجیکستان میگوید کودکانی که از اردوگاه‌های سوریه و عراق آورده میشوند گناه ندارند و جنایتکار نیستند. البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام عائله برگردانیده می شود. در حالی که روسیه در دوره برگزاری جام جهانی فوتبال در آرزوی قبول مهمانی بیشتر است، مهاجرت به این کشور دشوارتر شد. من فکر میکنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که عید فیتر در کشور روزی جمعه 15 ایون تجلیل می شود. به این ترتیب روزه مسلمانان تاجیکستان در رمضان امسال 29 روز را تشکیل می دهد. به گفته شورای علمای مرکزی اسلامی نماز عید در مسجدهای کشور ساعت 6 صبح خوانده خواهد شد. ماه شریف رمضان در تاجیکستان روز 17 می آغاز گردید و عید فیتر طبق تقویم کشور روز استراحت است. از قبل سر و صدا بود که احتمال مقامات این روز را کاری و معرکه سنجش و امتحان اعلان نموده از حضور گسترده ساکنان در روز عید جلوگیری کنند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان فعالیت یک شورای علمی را در کشور قطع کرد. 2 ماه پیش دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله‌های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داد. حتی 30 دانشمند تاجیک به پلاگیات و یا اثردوزی متهم شدند. جانب تاجیکستان در پاسخ ادعای دیسرنت را اغوا خواند، ولی اقدام‌هایی که حالا کمیسیای عالی اتستاسیونی روی دست می‌گیرد بیانگر آنند که ظاهراً این ساحه از کمبودی عاری نیست. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان با یک فرمان خود که 3 روز پیش به نشر رسانده است، شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان را، یعنی فعالیت آن را باز داشت. در این شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان 25 نفر عالمان ساحه تاریخ، فرهنگ، هنر فعالیت میکنند. اما سبب این را رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان عبدالحکیم راززاده در رادیو آزادی گفت که پس از آنکه 3 رساله علمی هنگام حمایت بازگردانده می شود، به طور اتوماتیک فعالیت شورای دیسرتاسیونی باز داشته می شود. اما در صحبتی که ما با نماینده‌های اکادمی علوم تاجیکستان بخصوص شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ داشتیم، آنها هرچند نخواستند که از طریق دوربین کامera با ما صحبت کنند، ولی در صحبت بدون دوربین گفتند که آنها راضی نیستند و برای حل این مسئله به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و از جمله به آزاد رحمان نیز نامه ها ارسال داشتند و منتظر جواب نامه های خود هستند. اما عالمان و دانشمندان شورای دیسرتاسیونی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند که شورای اتستاسیونی یعنی شورای عالی اتستاسیونی تاجیکستان در این مسئله هم تندروی به هم زیاده روی کرده است و آنها به چنین تصمیم شورای اتستاسیونی راضی نیستند و میگویند که شورای اتستاسیونی به تازگی یعنی تأسیس داده شده است و هم کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان به تازگی در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. از این رو به زودی برای برگرداندن و رد کردن کارهای علمی و هم بیکار کردن فعالیت شورای اتستاسیونی کاری درست برای رشد علم تاجیک نخواهد بود. نگاه می‌اندازیم به قرقیزستان. روز چهارشنبه در شهر بیشکک در یک گردهمایی اعتراضی تخمیناً 1,500 جوان قرقیز عروس ربایی را محکوم کردند. این مسئله بعد کشتار یک خانم 20 ساله است نام عروس ربایی ویردی زبانها شد. ظاهراً خانم را مرد به قتل رسانده است که ابتدا می‌خواست او را زوراً به زنی گیرد. برولای تردی علی قیزی 27 می در اداره پلیس کشته شد. برولای و مرد عروس ربا مدتی در یک اتاق ماندند و همانجا او از ضرب کورد به هلاکت رسید. بعد این حادثه چند افسر پلیس برکنار شده، دیگران تنبیه هشدار گرفتند. سال 2012 قانونگذاران قرقیز مجازات عروس ربایی را شدیدتر نموده تا به 10 سال زندان بالا بردند، ولی آن زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است.
бармегардем ба тоҷикистон. бунёди атфоли созмони милали муттаҳид талош дорад дасти кӯдакони тоҷикиро ки аз Сурия ва Ироқ ба ватан оварда шуданд бигирад. ин созмон дар навбати аввал мехоҳад ба хонаводаҳое ки ин кӯдакони аз падару модар маҳрум шударо қабул мекунанд ёрии молӣ расонад. таи як моҳи охир 8 кӯдаки тоҷик аз Ироқу Сурия ба ватан баргаштанд ва садҳо тифли дигари тоҷик ҳанӯз дар он ҷо боқӣ мемонанд. дар ин бора ҳамкорамон Зарангези Наврӯшо бо Лучиано Калестини раҳбари бунёди ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон мусоҳибае доир намуд ки ҳоло дар шакли мухтасар пешкашӣ шумо мешавад. мушахасан созмони шумо дар робита ба ин кӯдакон дар урдугоҳ ё паноҳгоҳҳои Ироқу Сурия чӣ маълумоте рӯи даст дорад? So in terms of the Tajik children that are in Syria and Iraq. در رابطه با کودکان تاجیک ما شماره دقیق نداریم، ولی در مجموع این اطفال با شمول کودکان برگردانیده شده حدوداً صدها نفرند. یعنی شمارهشان به 1000 نفر نمیرسد. کودکانی که به تاجیکستان آورده شدند آنها اصلا به پدر و مادر برگشتند. من در این مورد میخواهم به 3 چیز تاکید کنم. اول اینکه کودکان برگردانیده شده اکثرا به خانه‌های خویشتبار آورده شدند و در محیط و جامعه‌ای که آنها وارد میشوند شاید به این کودکان برخوردگر شود و آنها چون یک گناهکار قبول شوند. اگرچه این کودکان هیچ گناهی ندارند و فقط جبردیده هستند. بر این نه تنها با چنین کودکان بلکه ضرور است با محیط و اطراف او کار برد. مسئله دیگر و بینهایت نگران کننده این است که طوری ما مشاهده میکنیم بعضی از رسانه‌ها وقتی درباره چنین کودکان مقاله ها می نویسند سن و سال، نامناسب و مکان زیست آنها را میدهند که این برای کودک خطری کلان دارد. نامناسب کودک در گزارش ها باید مخفی نگاه داشته شود. آیا نماینده‌های یونیسف در عراق یا سوریه با کودکان تاجیک صحبت کردند و اصلا آنها در صحبت‌ها چی میگفتند و در کدام حالت قرار داشتند؟ بله، نمایندگان یونیسف در عراق برای واخوری و ملاقات با این کودکان اجازه دارند. از جمله آنها با 3 کودکی که به تاجیکستان آورده شدند واخوری کردند. همکاران ما گفتند این کودکان در اول با آنها اصلا صحبت نمی‌کردند، پوشیده بودند. اما آنها نمی‌دانستند که چی انتظارشان است و در اطرافشان چی می‌گذرد. آنها برگشتن نمی‌خواستند. بعضی از این کودکان مخصوصاً اطفال خردسال درباره تاجیکستان تصورات و معلومات ندارند. آنها در آن کشورها تولد شدند و یگان حجت هم ندارند. ولی در همه حالت ما باید منفعت کودکان را به نظر بگیریم. حتی ضمن آوردن این اطفال هم باید فکر و اندیشه آنها شنیده شود. در مجموع هم مثل دولت تاجیکستان خیلی می‌خواهیم این کودکان هر چه زودتر به محیط آرام برگردانیده شوند، ولی بعضاً باید با در نظر داشت منفعت کودکان نباید سراسیمه شد. مهم این است که کودک مورد فشار بیشتر قرار نگیرد. یعنی امکانی یک باره برگردانیدن همه کودکان تاجیک وجود ندارد؟ البته خیلی خوب می بود که همه شرایط برای برگردانیدن کودکان مهیا می بود، ولی ما باید اول ببینیم که کودک به کدام عائله برگردانیده می شود. بهتر است که آهسته ولی با محیط و شرایط خوب برگردانیده شود. مثلا کودکان یک پدر و مادر را ما باید جدا نکنیم و یک جا برگردانیم. اول ما باید آموزگاران، متخصصان ساحه تندرستی و افرادی را که با این کودکان کار میبرند آماده کنیم و شیوه مناسبت با این گروه اطفال را به آنها آموزیم. در عکس حال کودک میتواند ضمن وارد شدن به مکتب از جانب آموزگاران و همدرسان تبعیض شود. تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و بیننده عزیز در صحبت ما قرار داشتند لوچیانا کالستینی رهبر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. شکل کامل این صحبت را میتوانید در سامانه ما آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز سه‌شنبه 9 روز پیش از افتتاح رسمی جام جهانی فوتبال دسته منتخب ایران وارد مسکو شد. ایران در گروه بی با منتخب‌های انگلیا، پرتغالیا و مراکش قوازمایی میکند. سرمربی دسته ایران کارلوس کوئراس اطلاع داد که فوتبالبازان ایرانی در باشگاه لوکوموتیو مسکو جایگیر میشوند. ایران بار پنجم به جام جهانی فوتبال را خط گرفته است. 8 ایون فوتبالبازان ایرانی با دسته لیتوا قوازمایی دوستانه برپا خواهند کرد. بازی اول ایران در چارچوب جام جهانی 15 ایون در شهر سنت پترزبورگ روسیه دایر می شود.
رئیس فیفا اتحاد بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو با اوباشان مشورت داده است که قوازمایی‌های جام جهانی فوتبال را در خانه تماشا کنند. در یک مصاحبه ویژه که 7 روز پیش از آغاز جام جهانی سال 2018 برپا شد، اینفانتینو میگوید پلیس روسیه با نهادهای مربوطه سراسر عالم همکاری تشکیل نموده است تا امنیت جام جهانی فوتبال که از 14 ایون تا 15 ایول در این کشور برگزار می‌گردد کفالت داده شود. با قول نامبرده چاره‌های مؤثر برای مبارزه با تبعیض نژادی و حقوق بشر هم اندیشیده شده است. ما چارچوب مشخصی برای مبارزه با تبعیض مقرر کردیم که از 3 قدم عبارت است. از جمله داور امکان دارد که بازی را متوقف و یا کاملا منع کند. ما همچنان نظام مراقبت را تشکیل کردیم که مجازات فوری را مد نظر دارد. اما امید دارم که وقتی مردم از این چاره‌بینی‌ها و پیامد احتمالی آن آگاه می شود، مشکل پیش نخواهد آمد. اینفانتینو می افزاید که فیفا با حقوق کارمندانی که به بنیاد ورزشگاه‌ها برای جام جهانی مشغول بودند احترام می‌گذارد. در جام جهانی امسال برای اولین بار داورها در میدان امکان خواهند داشت که نواری بعضی لحظه‌های حساس را 2 باره و 3 باره تماشا کرده در حال ضرورت تصمیم خود را تغییر دهند. در پایان صحبت اینفانتینو تاکید کرده است که باز هم در این جشنواره ورزشی توجهی اساسی به فوتبال خواهد بود. ضمناً شدید شدن چاره‌های امنیتی در روسیه ضمن برگزاری جام جهانی فوتبال نه تنها به اوباشان دخل دارد بلکه به کار و زندگی ده‌ها هزار مهاجران تاجیک هم تاثیر می‌گذارد. یعنی تا آخر ماه ایول هر مهاجری که به روسیه می‌رود باید خود را تا 3 روز در اداره پلیس ثبت نام کند. چون این قرار خطر اخراج از روسیه را به مهلت طولانی بیشتر کرده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریم این موضوع را پیگیری نمودند. بهروز اولین بار به مهاجرت کاری به روسیه رفتن است. درباره محدودیت‌های موقتی در زمان برگزاری جام جهانی فوتبال او از کارمندان چیپته فروشی‌ها آگاه شد. اما او تصمیم گرفت که توکل کند و به روسیه برود. نصیب باشه ما را اونجا میریم جای مقصد کار پر انیق هسته جای خواهم هسته اونجا پیشی خش تاول میریم بچه‌ها هم هستن اونجا دستگیری میکنن. کارشناسان میگن اکثریت مهاجران مهنتی هنوز در شروع موسم یعنی در ماه‌های مارس و اپریل به روسیه سفر کردند و الکی خود را در قید جای زیست گذاشتند. در تاجیکستان اساساً آنهای ماندند که تنها نقشه‌ای برای کوتاه مدت به روسیه رفتن را دارند و یا آنهایی که نخستین بار برای مهاجرت می‌روند. هیچگاه به هنگام موسم مهاجران جای کار خود را ترک نمی‌کنند. اگر جام جهانی زمستان می‌بود آنها می‌توانستند که در تاجیکستان کار کنند. من فکر می‌کنم گرفتن پتنت و یا وارد شدن به روسیه دشوارتر می‌شود، نظارت هم سخت‌تر خواهد بود. اما باوری دارم شماره مهاجران تاجیک در روسیه کم نخواهد شد. نقض قاعده‌های بود و باش برای مهاجران می‌تواند دردسر ایجاد کند. شروع از اخراج تا منع ورود دیگر باره برای سالهای طولانی. نمایندگان خدمات مهاجرت در این باره اعلانها را در همه مرکزهای چیپته فروشی نصب و در خود وبسایت خدمات جای دادند. موسم کارهای ساختمانی در روسیه معمولاً در ماه اکتبر انجام می‌یابد. آنهایی که تا این مدت به آن کشور سفر نکردند، عملاً 3 ماه کار را از دست دادند. خدمات مهاجرت به آنهایی که الکی در روسیه هستند مشورت می‌دهد که خیلی احتیاطکار باشند و به خردترین قاعده ویرانکنی و یا برخورد با مقامات پلیس راه ندهند. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی را با گمان قتل همسر سابقش جستجو میکند. باباجان شیرینفی 33 ساله با آن گمانبر است که شام دیروز ماهره یتیمه را با 11 ضرب کار کشته است. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این جفت 2 سال پیش از هم جدا شده. دادگاه تربیت 2 کودک را به مرد داده بود. باباجان شیرینف بعد حمله به همسر سابقش از جای حادثه فرار میکند. مقامات گفتند که پس از بازداشت گمانبر دلیل اصلی کشتار شهر داده می شود. خبر گزارش‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیوی آزادی در یوتیوب تماشا کنید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. تا آن لحظه خدا نگهداری هر یکی شما باشد.